خودش فهمو برادر اخیل باشه من پروست گفتنیم برادر همین با عزت امون آزادی میخواستم. زنده باشه. تشکر زیاد برادر عزیز. تماشابینان عزیز گرامی، ببینید حالا نفرانی که اینجا خواهشی سخن کردن دارن، کسانی که من میبینم 5 نفر نوبت پیدا شدن. در واتساپ زنگ هایی که آمد به هیچ گفتار راست نمیبیه، زنگی که آمد به هیچ گفتار راست نمیبیه. لیکن متاسفانه ما امکانیتی همه به همه سخن دادن رو نداریم و پیش از همه من تشکر میکنم به اون نفرانی که با صبر، با متانت انتظار میشوند، زنگ میزنند، انتظار میشوند که سخنرانی کنند. حالا ببینید ما یک نفر کارشناس داشتیم، حقوق شناس را به برنامه دعوت کرده بودیم. متاسفانه کارمندان تکنیکی ما اهمیت ندادند. 40 دقیقه نگاه کرده ایستاده است. وقتی که من تلفن موبیلی هم در دست خودم نیست، فراموش کردم و وقتی که اینجا میبینم بیچاره نوشته است که 40 دقیقه در پایان نگاه کرده ایستاده، مثلا کارمندان تکنیکتون بالا نکردن که شما مرا ببینید. به نهایت باز یک نفر دیگر به من اینجا نوشتن که طول قریب 1 ساعت نگاه کرده ایستادند و به آن کس نوبت نامد و نهایت ضرر تلفنشان تمام شد و تلفنشان مرد است. تلفنشان رو به ضریعت مونده به من نوشتن که دیگر نمیتوانم در برنامه شرکت کنم. ببینید برادران عزیز، حال چنین است. هر یک کس درد دلش رو گفتن میخواد. هر یک نفر درد دارد و این درد چی است؟ این درد آن است که در کشور ما ناعدالتی حکمران است و نفرانی هستند که نان این ظالمان را خورده، با وجود آن که علم دارند، معرفت دارند، به این ظالمان چیزی نمیگویند. سرشان خم است در همان جا، در تگ بینیش نان همین ظالمان را خورده. حرامتان باد، لگم برداری کرده گشته. و ببینید که یک نفر را این حکومت ظالم به 9 سال زندان محکوم کرده است. این نفری بود که در دفاع فرزندان ما بود، در دفاع حقوق برادران و خواهران ما بود، در دفاع حقوق درماندگان ما بود و همیشه کوشش میکرد که یک نفر تاجیک سرخم نباشد، زبان کوتاه نباشد، به هیچ کس گرفتار نباشد و همیشه کوشش میکرد که در گجای باشد از تاجیک پشتیبانی کند. حالا این را بردن پشت پنجره زندانش کردن و چند نفری که به همین کاری عزت امان، مثل همین کاری عزت امان مشغول هستند، حالا در ترس و هراس زندگی کرده ایستادند و دائمی در حالت آماده باش به گریختن هستند. و چند نفرشون رو میشناسم. این برای چی است؟ برای آن است که چند بار وجدانش قناعت نکرده است، طاقت نکرده است به این که یک نفر هم دیهش، هم دیارش، هم وطنش را در حالت شکنجه بیند، در حالت فشار بیند، در حالت بیند که او را کسی تحقیر کرده ایستاده است. جرمش همین قدر است. این نفران نباید تعقیب شوند، بلکه این نفران باید قهرمان دانسته شوند، به اینها افتخارنامه ها داده شود. خود سفارت تاجیکستان با اینها تماس بگیرد و تشکرنامه ها بفرستد، اما چنین نیست. این نفرانی هستند که یک حکومت از عهده همین کارها نبرآمده است، اینها برآمده ایستادند. باید تشکر کرد. به جای این میبرند اینها را زندان میکنند. از همین جا دانسته می شود این حکومت چگونه حکومت است. برای همین باید یکایک ما به خود بیاییم، به خود بیاییم و این تصمیم را گرفتگی باشیم که ما باید وطنمون را بسازیم.
ما نسازیم وطنمون را، هیچ کس برای ما وطن ساخته نمیدهد. حالا کسانی که خاموش هستید، دم نمیزنید، گپ نمیزنید، خاموشی را پیشه کرده اید، این را بدونید که تنجی امانی آسایشتگی شود به وطن برمیگردید. حالا چند نفرتون به ترکیه گریختگی هستید، چند نفرتون به امریکا گریختگی هستید، چند نفرتون به اروپا در همانجا به لباتون مهر زدگی پنهان شده گشتگید. همین را بدونید که تا شما به گپ ندارید، هیچ کس به شما وطن ساخته نمیتید. شما تیارخوری را باید ننگ بدونید. دیگران به شما تیار کرده میدن، بعد میرید قبر میرید، قبر. بیناموس ها گریخته آمدگی هستید، الکی در تاجیکستان پرونده تون تیار است، مینیمم 5 سال 10 سال میگیرید. اگر در تاجیکستان باشید، به اومدید در اینجا پنهان شده گشتید. شرمنده ها، بیناموس ها. شما پدر مادر دارید، ما نداریم. خواهر دارید، برادر دارید، ما نداریم. خونه جو کتیج دارید، دیگران ندارن. ها گپ زنید کتیجتون نکشیده میگیرد، گپ زنید بیزنسی برادرتون به خلل میرسد. ها به همین موقع هم رسیده سود است، ضرر رسیده سود است. سلامتی رو از دست دادیم. لیکن شما چی فکر دارید؟ همه چی تیار میشد بعد میرید مرده میبروید، همین به همین افعال مرده میروید بریم جو به خوری زاری. مرده تان رو سگ بو نمیکند. ملای موحدی بلای بدتری مرده میبروی اینجا. مرده در ملای موحدی قرآندان سنتدانی از روی قرآن سنت کار کردن رو حرکت نکنی، بر ضد ظلم مبارزه نبری، تلاش عدالت رو نداشته باشی، ملا شده مسلمان شده چی میشوی؟ میگرده اینجا 20 سال تحصیل کردگی، 15 سال تحصیل کردگی، همین یک عالم کتاب کرده به بار، یورک دل نیست ترسو بزدل بر 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 میلرزد. بعضیش چی کرده است؟ بی‌ضررترین موضوع های میگیرد. موضوع پدر و مادر، احترام این، احترام وای، تمام توشه ادا شدگی با امر معرف هم تمام شدگی. آخر یک موضوع گرفتگی ادا شد تمام. خیر این طرفتر هم بیا کم دار. آخر تجربه گرفتی، پدر و مادر درست، پدر و مادر حرمتی پدر و مادر گفتی ادا شد. اكو چیکار میکنی؟ تمام میاکو تو رسالتت به آخر رسید، می کم تر جدیترش هم گپ زنده. آخر شرمنده ها. ببینید قضیه که به سر برادران آمد، همینا طالبین بودن، بردن پشت پنجره زندان کردن. حالا به این خاموشی تو برادرت را برد است پشت پنجره زندان کرده است، تو که از غم دیگران بیخبری. نشاید نهند نامد آدمی چی بود اگر خطا نکنم؟ همه آدم گفته گشتی تو خودته. برادران را پشت پنجره زندان صدایت نمیبروید از ترسه. همین تو هم آدمی؟ صدقه آدمگری شوم تو بر اینها. حالا ایزدمون رو یک سمونی برادر انما المؤمنون اخوه. کجا شد این گپا؟ بیاید دوستان به خود بیاییم. همین خیلی میگردیم یا سرخم و زبون کوتاه و خاره و ذلت، یا اینکه یک سربلندی رو پیشه میکنیم. یا اینکه اقلا بر ضد ظالم حرف گفتنی من رو آخر بگوییم. آخر اون چی که 15 سال 20 سال آموخته اید به مردم داده شود یا نه؟ یا به قبر گرفته میبرید؟
خواهش میکنیم یک بار به خود آمدن در کار، دیگه وقتش رسیدگیست به فکرم. سلامت و سربلند و پیروز باشید تماشابینان عزیز. از جانب ما یگان گستاخی شده باشد از یکایی که شما معذرت میخوام، اما باید یکدیگر را درک کنیم دوستان که دل جگر در میگیرد. دل جگر در میگیرد. انشالله که این امید را دارم که برادران و دوستان ما، هموطنان، هم ملتان ما، انشالله جسارتشان بیدار می شود، شجاعتشان بیدار می شود و حتما بر ضد ظلم، بر ضد ناعدالتی مبارزه خواهند برد و این ملت عزیز ما به یک سربلندی خواهد رسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه